آبله مرغون توسط ویروس واریسلا زوستر منتقل میشه و این بیماری بسیار مصری و بسیار شایع در کودکان به حساب میاد که با ضایعات و تاولهای خارشدار در کل سطح بدن خودشون نشون میده. سلام، دکتر سید حسین سلیمانزاده هستم، متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان. امروز میخوام در مورد آبله مرغون که توی این مدت هم بسیار تو مدارس شایع شده صحبت بکنم. آبله مرغون یک بیماری هستش که توسط ویروس واریسلا زوستر منتقل میشه و معمولا با ضایعات تاولدار و آبدار خودشون نشون میده، به این صورت که ابتدا یک ضایعه جوش مانند روی بدن ظاهر میشه و این ضایعه به سمت تاولی و بعد هم به سمت کراسه یا پوسته شدن پیش میره. این ضایعات معمولا 2 تا 5 روز بعد از تب شروع میشه و تا 2 تا 5 روز بعد هم ادامه پیدا میکنه و تمام بدن رو گسترش میده. به طور معمول از تنه و صورت شروع میشه، حتما کف سر بچه رو درگیر میکنه، ولی کف دست و کف پا رو خیلی ناشایع درگیر میکنه. از علائم دیگه این بیماری آبله مرغون تبای بسیار بالا به خاطر کاهش اشتها، کم آبی، ممکنه عفونت‌های شدید ریوی و ذات‌الریه و حتی عفونت‌های مغزی و درگیری مغزی توسط ویروس واریسلا زوستر باشه. بچه هایی که معمولا درگیریشون گسترده هستش، ته حلقشون همین ضایعات رو دیده میشه که خود این ضایعات بسیار دردناک هستش که خود کاهش اشتها به دنبال این ضایعات میتونه تشدید بشه. معمولا تبای اینا بسیار بالا هستش، طی 1-2 روز اول تبا فروکش میکنه ولی ضایعات ادامه پیدا میکنه. در کودکانی که دچار ضایعات آبله مرغونی میشن ممکنه خستگی و ضعف بسیار زیادی هم مشاهده بکنیم، تا جایی که بچه حتی توان راه رفتن رو نداشته باشه طی 24 تا 48 ساعت اول شروع ضایعات. در رابطه با انتقال عفونت باید بگم که عفونت آبله مرغون بسیار مصریه و بسیار ساده منتقل میشه. تا زمانی که کودک و یا شخص مبتلا دارای ضایعات آبدار یا تاولی در بدنش باشه قابل انتقاله. بعد از اینکه عفونت به طور کامل برطرف بشه، این ویروس توی گانگلیون یا سلول‌های عصبی شخص تا آخر عمر باقی میمونه که خودش میتونه در آینده فرد رو دچار بیماری به نام زونا بکنه که حالا در مورد زونا در اپیزودهای بعدی براتون صحبت خواهم کرد. در رابطه با آبله مرغون و دوران نوزادی و دوران بارداری مادر باید بگم که مادرانی که از لحاظ آبله مرغون ایمن هستن هیچ نگرانی نداره، اگر دچار آبله مرغون بشن مشکلی نداره. اما مادرانی که ایمنی در مقابل آبله مرغون نداشته باشن، اگر قبل از 28 هفتگی این بیماری رخ بده در مادر، باید حتما ایمونوگلوبولین دریافت بکنن، چون ممکنه عوارض بسیار شدیدی در نوزاد ایجاد بشه. اگر بعد از 28 هفته ایجاد بشه هم باید درمان ایمونوگلوبولین دریافت بکنن، ولی خطر درگیری نوزاد بسیار کمتره. مادرانی که در حول و حوش زایمان هستن، 2 روز قبل از زایمان تا 5 روز بعد از زایمان اگر با شخص آبله مرغونی در تماس بوده باشن، این که کودکشون دچار آبله مرغون بشه بسیار بالا هستش و باید خیلی مراقب. در رابطه با درمان و مدیریت بیماران آبله مرغونی باید بگم که خوشبختانه بیماری آبله مرغون یک بیماری خودمحدود شونده هستش، بیماری خفیفی محسوب میشه. معمولا تا 10 روز علائم کودک فروکش میکنه، تبا با آستامینوفن ساده کنترل میشه، نیاز به داروی خاصی نیست. اما خارش های کودک چون بسیار اذیت میکنه و ممکنه با خاروندن ضایعات جای اونا باقی بمونه، با پماد کالامین، حالا یا آنتی هیستامین یا کلورفنیرامین، خارش رو کنترل میکنیم. هیدروکسیزین که از مواردی هستش که خیلی در این موارد استفاده میشه. برای گلودرد دیفنهیدرامین خیلی کمک کننده هستش که بالای 2 سال استفاده میشه، که به کودک همیشه میگیم که حتما اگه میتونه قرقره بکنه بریزه بیرون، اگر که نه قورت هم داد ایرادی نداره. و حتما تا زمانی که
کودک ضایعات آبدار خارشدار در بدنش وجود داره باید از مدرسه دور نگه داشته بشه. اگر بیماری آبله مرغون بالای 14 سال یا در نوزادان اتفاق بیفته شاید نیاز به آسیکلوویر باشه. در بیماران ضعف سیستم ایمنی یا بیمارانی که ضعف سیستم ایمنی دارن و بیماری‌های ایمنی دارن باید حتما بستری بشن و درمان به صورت وریدی درشون انجام بشه. امیدوارم که همیشه کودکانمون سالم، تندرست باشن و در جامعه‌ای سالم رشد بکنن. ممنون که تا اینجا همراه من بودید.